ما نمیدونیم که جا بریم، یگان سرپناه نداریم دیگه. ما در کوچه نزدیکان میرزا کریم نظرف برادر عبدالحلیم نظرزاده معاون پیشین وزیر دفاع تاجیکستان میگویند خدمات اجرا به آنها مهلت داده است تا 2 روز دیگر یعنی 28 می منزل زیستشان را ترک کنند. خانه مورد بحث در کوچه قراتگینی ناحیه شاه منصور دوشنبه جایگیر است که سال 2016 با حکم کلیگ حربی دادگاه عالی تاجیکستان همچون مالکیت میرزا کریم نظرف اعتراف و مصادره کرده شده است. آنها به نام من شوهر براد پسر ما به نام من پسر ما آخی در نامی وی دخل نداره. این حجت آخی این همه همیا بوده چیزای قانون، هیچ خیلی قانونه، هیچ خیلی چیزای که ما را یگان میده پشتیبانی نمیکنن. شوهر ما کشتن، ما را اینقدر عذاب داده، غم دادیستین. ما نمیدونیم که جا بریم، یگان سرپناه نداریم دیگه. زیاده قربان و همسر میرزا کریم نظرف میگوید پس از حکم مصادره خانه در سال 2016 چون آنها دیگر جای رفتن نداشتند در همین خانه ماندند، زیرا خانه ماه دکبر سال 2014 1 سال قبل از آشوب ناکام عبدالحلیم نظرزاده از طرف شوهرش به او و پسرش هدیه شده است. شوهرش برادر عبدالحلیم نظرزاده معروف به حاجی حلیم معاون وقتی وزیر دفاع سال 2015 در یک درگیری مرموز که مقامات آن را آشوب ناکام مسلحانه مینامند همراه 2 برادر دیگرش کشته شد. حالا خانواده میرزا کریم نظرف از رئیس جمهوری تاجیکستان خواستند با مشکلشان رسیدگی کند. اینقدر آدم ها نمیدونیم که جا بریم، در کوچه زندگی کنیم. پسرام یا تا برادر شوهر ما 10 سال در محسب ششتن برآمدن. کودکاش اینا 2 تا خانه داشت، خانه هاش گرفتن ندادنش دیگه، خانه هاش به خانه در منزل ما زندگی دارن. 20 فرزند نابالغ موندگیش کلونا. کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال تاجیکستان سال 2023 به دادگاه ناحیه شاه منصور مراجعه می‌کند که مسئله از منزل بحثی کوچانیدن خانواده نظرف را به دادن منزل دیگر استقامتی بررسی کند. دادگاه درخواست کمیته سرمایه‌گذاری را قانع می‌کند. با گذشت نزدیک به 2 سال از حلنامه دادگاه، خدمات اجرایی نزد حکومت تاجیکستان با پیشنهاد نامه به این خانواده و نهادهای دیگر از جمله شعبه کارهای داخلی ناحیه شاه منصور طلب کرده است تا 27 می مسئله داوطلبانه خالی کردن خانه حل شود. در صورت خیر روز 28 می باشندگان این خانه اجباراً بیرون کرده می شوند. زیاده قربانова میگوید آنها برای حل قضیه ماه اپریل به دادگاه عالی تاجیکستان عریضه نوشتند ولی تاکنون مراجعه آنها بررسی نشده است.